سلام. خب آقای ترامپ پیروز شد. باید ببینیم که با ما و محور مقاومت در منطقه چیکار خواهد کرد. به نظرم دو تا کلان روند رو باید ما بررسی کنیم در ادامه. اولش این است که به نظر میرسه آقای ترامپ به دنبال به انزوا کشیدن ایران باشه توی منطقه. دومیش این است که باید ببینیم که به لابی اسرائیلی چه قولی داده این بشر. دور قبل قول داده بود که اورشلیم رو به عنوان پایتخت به رسمیت بشناسند. یه سردار از ما زد. حالا باید ببینیم که این دور چه قولی داده. این دو تا کلان روند رو باید حتما بررسی کنیم. من یکشو توی این ویدیو بررسی میکنم. اولی رو به انزوا کشیدن ایران یعنی چی؟ یعنی دوستانی که دور و بر ایران هستن رو آرام آرام ازش فاصله بگیرن. چه شکلی باید بهشون امتیاز بده؟ یکی از دوستان اصلی ایران خب روسیه هست. اینها امید دارن که جنگ اوکراین با اومدن ترامپ تمام بشود. به راحتی میتواند این معامله اتفاق بیفتد و ما تو منطقه روسیه رو از دست بدیم، حمایت قاطع روسیه رو مثلا از دست بدیم. باید رصد بکنیم ببینیم که این سند راهبردی 20 ساله ما با روسیه امضا میشود یا اگر امضا نمیشود کلا کیفیت امضاش به چه شکل هست و چه مدلی خواهد بود. چیزی که توی روسیه وجود داره این هست که ممکنه در اونجا آتش بسی اتفاق بیفته بین روسیه و اوکراین و بعد صداهایی در داخل بیاد که خب دیدید با دیوانه ترین آدم هم میشود مذاکره کرد، هم میشود معامله کرد. این آدم معامله گره بود، تجار بود، فلان و این حرفا. و مدل آتش بس اونجا مدل آتش بستی که ما توی منطقه داریم خیلی فرق میکنه. اگر اتفاق افتاد و دیدیم تحلیلگرام دارن روش ما رو میدن، حتما من ویدیو میذارم در موردش صحبت میکنم. پس دادن امتیاز به روسیه برای اینکه از ایران فاصله بگیرد خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. دوست بعدی ایران در منطقه عربستان هست. عربستانی ها گاویان که با شکلات به راحتی گول میخورن. مدلشون این هست دادن امتیاز به عربستان. مثلا بیاید شما رو ارباب اعراب بکنیم و این حرفا بکنیم، باعث میشود که فاصله بگیرند از ایران. حالا سرزمینی، پایگاهی، آسمانی، چیزی رو در اختیار اینها قرار بدن یا هر کاری که ما فکر نمیدونیم رو انجام بدن. دوست بعدی که ایران توی منطقه داره ترکیه هست. میتوانند از کانال ترکیه وارد بشوند و اون رو از ایران باز دوباره فاصله بیشتری بدن. یه نکته خدمت شما عرض کنم، ایجاد کودتا در کشورها و میدان دادن به اپوزیسیون ها در اون کشورها خودش یک مدل امتیاز هست. مثلا ترکیه رو فرض بفرمایید. این که قبلا میگفتیم تو استوری ها، میگفتیم مجبورند اینها زمین بازی رو عوض بکنن، در همون راستاست. عوض نشد چیزی، در همون راستاست. و امتیاز دادن به روسیه، امتیاز دادن به عربستان، امتیاز دادن به ترکیه، پاکستان و چین جزو اولویت‌های بررسی ما هست. باید این رو بررسی کنیم. حتما من این رو بررسی میکنم و تو کلاس هم با بچه‌ها همین کار رو انجام میدیم. ان شاءالله به یک جنبندی درست در مورد رسیدیم. حتما دوباره لایو میذارم و با شما این رو صحبت میکنیم. بحث خاصی نیست. یا علی، خدا نگهدار.